تخریب چهارراهی عبدالعلی مزاری و انکشاف سرک پل سوخته الا پل سرخ کابل. والا از آبادی کی خوش نیست. در این یک جای وطنمون که آبادی چه و نمک قلب ما آرامش پیدا میکنه. از این مشکلات ها و جنجال خلاص شیم بخیر. مملکت خود موجود شه و بخیر که میگه باشه. خب اینطور است که به حساب یک چیز است که خورجان یک وقت به حساب یک جای آباد شد یک جای ویران میشه. این خود حتما به حساب مسئله شرعی طور هیچ است. درباره این پروژه کم و بیش بر ما بگوین از کدام ساحه الا کدام ساحه است؟ این پروژه از سرک پل سوخته، چاره پل سوخته شروع میشه تا چاره جمهوریت. 910 متر از پروژه طولش است، 30 متر عرضش است. وکیل صاحب، خانه‌ای که تخریب شد وطندارای ما از اینجا رفتن؟ خود ما یک 5 طبقه این منطقه داشتیم، یک 2 طبقه، یک 5 طبقه داشتیم، تخریب شد و فعلا در مهاجر ایران هستیم، از ایران هم میکشه. این امیال سرگردان هستیم، خانه و جای فامیل ما ایران هست. اونایی که معتاد بودن، مریض بودن، این قسم براتون بگویم چون یک تعداد وطندارا گفتن مرا که حالا تو چرا میگی معتاد؟ خب معتاد بود، معتاد و مواد مخدر بود، یعنی مریض بودن. اونا جمع شدن. چقدر از اینا جوانا بودن متاسفانه. روان شدیم بسیار راحت، در پایسکل آمدیم. نام خدا کار بسیار بود. هنوز پخته نشده، اینقدر راحت شدیم. اگه این پخته قیر شود ان شاء الله بخیر دیگه. چی گپا بود؟ کار عملی تخریب چهارراهی عبدالعلی مزاری و کار ساخت و ساز پروژه پل سوخته الا پل سرخ کابل. وطندارای عزیز سلام، وقتتان بخیر، انشالله که خوب باشین، روزگار بخیر بگذره. پروژه‌ای که فعلا اینجا جریان داره یکی از پروژه های مهم هست و ما هم آمدیم تا صحبت های داشته باشیم با وطندارای ما. امروز انجینیر صاحب با صحبت داشته باشیم با هموطنای ما که چی نظریات دارن. بیننده ما باشین عزیزان. خب وطندارای عزیز، اینجا انجینیر صاحب در کنار ما هستن که معلومات ازشان بگیریم. انجینیر صاحب سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم، زنده باشین. تشکر. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر است. انجینیر صاحب خودتون بر ما معرفی داشته باشین. نام رحمان الله رحمانی است، مدیر پروژه از تنظیم برنامه ها پروژه ها شهروندی کابل. بسیار خوب. انجینیر صاحب درباره این پروژه کم و بیش بر ما بگوین از کدام ساحه الا کدام ساحه است؟ این پروژه از سرک پل سوخته، چاره پل سوخته شروع میشه تا چاره جمهوریت. 910 متر از پروژه طولش است، 30 متر عرضش است. کارا فعلا تا کجا پیش رفته؟ چند درصد پیش رفته کارا؟ کار پروژه ما فیزیکی خود تقریبا 50% پیش رفته و با حساب مالی باز تا 30% پیش رفته. عمل کار ما در سبه سرک جریان داره. سبه سرک بس تقریبا داخل شده است. و این کسایی که اینجا کار میکنن انجینیر صاحب مکمل دیگه افغانای خود ما هستن؟ همگی پرسنل ما افغان خودم خارجی دیگه کس نیست. حدود چند نفر اینجا مصروف کار هستن؟ حدود 75 نفر اینجا کار میکنن. مصروف کار هستن و انجینیر صاحب این پروژه که از پروژه‌های بسیار مهم هم است. یک موضوع دیگه ای که خانه‌هایی که در نقشه رفت درباره از چی تصمیم گرفته شد؟ او مربوط به شهروندی کابل است. اکثر خانه‌های خودسر بوده، خودسر آبادی شده بود. واسود نقشه ما تو نقشه رفت ماستر پلان رو خانه نبود دیگه، بود نقشه را از بین رفت. از بین رفت. انجینیر بودجه این پروژه چند است؟ بودجه پروژه تقریبا 54 میلیون. 54 میلیون. و بخیر چه دیگه منتظر باشیم به خاطر تکمیلی پروژه؟ ان شاء الله به 3 ماه آینده پروژه بخیر تکمیل میشه. 3 ماه آینده ان شاء الله بخیر. بسیار تشکر انجینیر صاحب، شما موفق باشین، لطف کردین، سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. وطندارای عزیز، این هم بود معلومات که انجینیر صاحب ارائه کردن بر ما درباره این پروژه، چون یکی از پروژه‌های بسیار زیاد مهم هست.
مسیرم بسیار زیاد نزدیک میشه دیگه ایرا به سمت او وقت میرفتی از این پل سوخته باید یک خوب یک دوره تا میزدی تا به پل سرخ میرسیدی. حالو گپ نیست مکمل مستقیم از می خود پل سوخته یعنی می سرک رفته به خود پل سرخ بسیار راه نزدیک میشه، سهولت میشه. یعنی بازم بیننده ما باشین عزیزم. سلام علیکم. خسته نباشین. جانتان جور است؟ خیر ببینین. اسم شما؟ احمد شعیب هستم از گلباغ شریف. اینجا چی میکنین؟ اینجا دیگه یک سودا داشتیم نمی کودسنگی گرفتیم دیگه حالا میریم طرف خانه میرین. یک نظرتون درباره این سرک خوب بتین بخیر این سرک جور میشه از کدام نگاه نظر بتین؟ از نگاه از اینکه شهر ما که آباد میشه خب ما خوش هستیم والا از آبادی کی خوش نیست در این یک جای وطنمون که آبادی شه و نمک قلب ما آرامش پیدا میکنه. والا ما قدر برات بگویم که تا این پیران نو بر من نتن بدام یک جای وطن ما آباد کنه. بشک از درست توصیل است. نه خواهش است که دارم ان شاء الله برکت ببینید. کار میکنین یا نه؟ در خودم هم میگی شخصی وظیفه‌تون بله. خودم یک دفتر راهنما دارم در تایمنی. ماشاءالله. اینا شکر که مصروف هستین. شکر. چون جوانای ما رو بیشتر که میبینیم باز بیکار میباشن. والا دیگه نظر به شرایط از دیگه نو لگه دولت ما شرایط کار ما عیا کنه جوان ما به خرچ و به مصرف شخصی خود تا ضرورت داره خانوادگی را جای بان کی بیکاری را خوش داره خود دولت باید یک سرک جور میکنه یک به حساب کار یک ذره فکر خود بگیره در می حساب یک عملکرد داشته باشه یگان مؤسسات یگان فابریکا یگان جای را جور کنه بیادر که جوانای ما در کار شوه خیلی خوب میشه دیگه حال سرک جور میشه حالا سرک جور شه آباد شه که بخی گل و گلزار شه وقتی که جیب ما خالی باشه این سرک هم خوبش باشه چی به درد من مقبولی رو دیدن نمیتونیم مالیزات چه نمیبرم نگذار جیب ما پیسه نباشه وقتی که ما کار نداشته باشم وظیفه نداشته باشم حال دولت تنها در این نقطه متوجه است که ما چی منفعت شخصی چه یا ولاگه بفهمیم در غیر از یک کمک در می حساب کار و می جوانام اقدام کنه خیلی خوب میشه حالی سرک خو ما چی کنم که جور شه بیادر آخرشون به درد من نخوره باز یک دیگه مثلا می پروژه همی کسایی که کار میکنن و مصروف کار میشن این خو یک شرکت شخصی است این بهره مند از اون شرکت کسایی که در شرکت کار میکنن اون مردم در حساب کار است حالا من این در شرکت نیستم فکر کنی این آدم بیکار اینمی آدمو بیکار حالی شرکت اینه در کار کردی یک عالم شرکت دیگه است که بیادر در حساب لبنیات جور کو در حساب هزار رقم خود دولت میفهمه قدر پیسه که میاد چی میشه یه حساب کردت ما گرفته میشه چی میشه مالیه از موترها از خانه هزار رقم هفته 40 میلیون دلار کمک‌های خارجی چی میشه حالا اینمی سرک که جور میشه در حساب اینم کار به جوانام یک اقدام کنه خیلی خوش میشیم از دولت خود کاملا راضی هستیم از کارشان از همه چیزشان راضی هستیم خب از حساب این کار که برای جوانان معیا بسازه خیلی خوش میشه ان شاء الله که میشه دیگه تشکر از وقتتون که بر ما ماندید سلامت و سلامت باشین ببین که ما بریم پیشتر وطنای عزیز اینجا وکیل صاحب در کنار ما هستن که همراهشون صحبت داشته باشیم. وکیل صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب خیریتی؟ ببینید بسیار تشکر. خودتون معرفی داشته باشین. اسم ما عبدالصمد بیاد از ولایت غزنی باشنده فعلی پل دکتر میدی. وکیل صاحب اول خود درباره این پروژه برام بگوین خوشبینیتون چقدر است؟ والا مدت یک سال یک و نیم سال میشه که خانه‌های ما تخریب شده. کار تا بسیار وقت جریان نداشت اما مدت یک دو ماه میشه کار جریان داره. ان شاء الله خوش هستیم به خاطر سرک جور میشه. سرک که جور شوه خب طبعا مردم خوش میباشه. منتها دیگه یک ذره کارهای نا یک ماه دو ماه میشه سری شده. پیش از او کار سری نبود. وکیل صاحب خانه‌ای که تخریب شد وطندارای ما از اینجا رفتن؟ خود ما یک 5 طبقه این منطقه داشتم یک 2 طبقه یک 5 طبقه داشتم تخریب شد و فعلا در مهاجر ایران هستیم از ایران هم میکشه این میال سرگردان هستیم خانه و جای فامیل ما ایران است. خب میبودین همینجا وکیل صاحب هر یک کرایه میگرفتین خانه فعلا دیگه خب نیست که مردم بیکار کارم نیست این کرای خانه هم 10,000 12,000 15,000 دوباره داد مصارفتون یا خیر تا بالا نداده کارای ما در جریان است چون سنه گفتن وعده کردن کارای ما در شارولی رسیده و وعده کردن میتن
امی کسایی که خانه‌های خود را از دست میتن راستی که سرپناه خود از دست میتن مجبور میشن که برن یک طرف. ما از مجبوری رفتیم دیگه، اگر خانه می داشتیم یک جای دیگه می داشتیم و نمی رفتیم و فعلا هم پس دوباره از ایران میکشه دیگه، تصمیم داریم پس بیاییم اینجا یک خانه پیدا کنیم زندگی کنیم. چی گفتنی دارین، چی خواسته دارین؟ گفتنی ما با دولت ما با حکومت ما اینمیست که برای مردم یک کار پیشنهاد کنن، یک کار درست شود. ولی کلی مردم بیکار است، این سایه ما فعلا او موجود نداره. مردم سابق هم تمام چیز در خرید بود اما او در خرید نبود. حال ما مردم در خرید است، بسیار پریشان است. از طرف شاروالی کدام روزی یا کدام آیتی کسی نامد بر مردم زراوی خوردنی تهیه کنه. این مردم هم بیکار است، هم او نداره، هم خانه نداره. دیگه بسیار با مشکلات مردم هستند دیگه. از دولت ما تقاضا میکنیم که بر مردم یک کاری، یک زندگی بر مردم جور کنه. ولی اگر یک کار یک خانه داشته باشیم با چی میکنیم در ایران؟ اینجا نه کار است نه زندگی است، هیچ چیز نیست. مجبور فرار شدیم دیگه، رفتیم خانه ما از دست رفت و کارم نیست. مردم هم نمیاله مشکلی او همین کلی اون تانکرای او وسای کنیم میای کلی مردم او میخرد دیگه. مشکلی مردم بسیار زیاد است. مشکلات مردم که دولت ما اجرا چی کنه دیگه، مردم راضی است که سرک جور شوه خوب است. ما اول کار بر مردم ما شوه، بعداً بازی کارهای دیگه جور میشه. جانتان جور بگید. تشکر از شما که ما را وقت دادید. خوش باشین، جور باشین. تشکر. هموطنان عزیز، اینجا ساحه‌ای بود که اینمی سمت را که شما می‌بینید، البته ما قبلا هم از اینجا برنامه داشتیم. اینجا مکمل خانه‌ها بود، حتی بلند منزل‌ها بود. خانه‌های چند منزله، 3 منزل، 4 منزل، 5 منزل هم بود که مکمل اینا در نقشه برابر میشه و تخریب شدن به خاطر ساخت امی سرکی که از پل سوخته الا پل سوخت کابل هست که این سرک جور میشه. به او خاطر این خانه ها تخریب شد و قسم گفتن تا فعلا همون مصارفشان را نپرداختن، ولی گفته شده که میپردازیم. توکل به خداوند. خب به خاطر آبادی خوشحال هستیم، همگی خوشحال هستیم. یعنی هر کی را که پرسان کنی تا که بگویی آبادی وطن ما میگه خوش هستیم، نور علی نور. اما اینی کسایی که کم خسارتمند میشن، خب یک چیز واضح است که امو سرگردانی و جنجالای خود را داره و موضوع ای که میرن یک تعداد بیشتر به طرف ایران چی وضعیت است؟ اونجا یک سرگردانی دیگه که در اونجا نمیمانشان زندگی کنن، در اینجا میگن نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. خلاصه دیگه در بین دو سنگارد که میگن اونم یک چیز میمانن، ایران میمانن که چی بکنن. خداوند خودش تمام مردم افغانستان را، خصوصا کسایی که یک ذره جنجال دارن، دردسر دارن، خداوند خودش حل بسازه و ما را یاری کنه. بیاین وطندارای عزیز پیشتر بریم، باز هم صحبت داشته باشیم درباره این پروژه و فعلا همینجا همکارم بر من میگه که من یک چند تصویر دارم. آقای شیف سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین؟ خوب هستین، زنده باشین. زنده باشین. آقای شیف اسم شما؟ غلام نبی اوریا خیر. چی میکنین اینجا شیف؟ سرک سیل دارین؟ والا این خانه ما از دمی قسمت شدیم دیگه، اینجا سیل میکنیم. بله چی میکنن؟ این جور کتر است دیگه، ماشینا کار میکنه، نفر کار میکنه اینجا. یعنی بخیر کارش کم مونده، بخیر یعنی در 80% کارش شده، 20% ان شاء الله کارش مونده، به خلاصی دیگه بخیر. خوش هستین شیف سرک جور میشه؟ بسیار 100% خوش هستیم سیم. خانه شما همین قسمت بوده؟ بله بله همین قسمت بود. اینجا تقریبا 7 به زمین ما اینجا رفته، دمی سرک رفته. باز ما خوش هستیم که اگر برای ما خساره میرسه، برای دیگه مردم چیز شوه. میگه چیزی سر مثلا بله با دوست چطور شد مسئله مصارفتان؟ مصارف ما را برای ما گفته امیال چند روز پیش ما در نایه رفتیم، شاروالی رفتیم، در چیز رفتیم که فصلاتتان مکمل کنیم که بیان ما پیسه ابو زمینی که تعمیری که داشت همونجا که بود در سرک رفته پیسه گیر جدا میدیم، پیسه زمین بر روز نرخ برتان میدیم. بر روز نرخ امروز که چیزی که نرخی که در کابل است در این منطقه است به اون نرخ پیسه میتن. یعنی انشاءالله میتن براتون؟ بله که اسناد مکمل شود. اسناد که مکمل شد براتون میگه اینال از 3 بیادراست که اینال من نمیشه که من بگم که والا برای ما جدا بده، برای از بیادرم جدا بده، برای از بیادرم جدا بده، یا برای همشیریم جدا بده. این نمیشه. میگه شما ورثه وکالتتون جور کنین، ورثه تان وکالتتان که شد بین 3 بیادر یا 4 بیادر هر بیادر
که وکیل میشه بعد از ما پیسش برش میده. حالا شما ان شاء الله مشکل نیست. از ما ان شاء الله مشکل نیست. میته ان شاء الله تعالی در این روزا از ما کار ما خلاص میشه. 84 خانه تا میگه. 84 خانه میاد بین رفت 84 خانه والا رو کلش ان شاء الله اچید میته. ان شاء الله بله به چیز نزدیک نه بخیر پیسه میته. هم پیسه همو انجینرای تو که آمده بودن از طرف شهروالی هر تعمیر تثبیت کردن که چقدر این چیز میشه. این پخته است، خام است، هر تعمیر چیزش گرفتن، سکیچ گرفتن یا پیشان نقشه شانه است و چیز است اونم برآورد کردن. اونم هر کس با چیزش که چیز میشه با مون اندازه پیسه شانه برش میده. ان شاء الله بخیر. بله. هر چقدر ما باشه واسه خوش هستین. بله بله. کلی خوش پیش. بله. جانتان جوری عمرتان برکت. بس شما زنده برای شما خدا شما جوانان را میگه داشته باشید. زنده باشید که از مملکت خارجی پا بیغم شد. یعنی این نفرای ما که امروز میرن بیچاره در آب غرق میشن که دریا بیغم شد. از این مشکلات ها و جنجال ها خلاص شدیم بخیر. مملکت خود ما جور شد بخیر که میگه باشه. انشالله. آمین. انشالله. توکل به خدا که من قدر هر روز که میشنوی که قدر نفر از بین رفت. حالا ببینیم که در ایران چقدر مردم میه کسیش جوانا و چیز اختیار رو ببینن حتی نان برشان نمیرسه. بله بله هر چیز داره سرش بند کردن. نان سرشان میگه نان باید را گفته که نان برشان نفروشن. گناه ما چیست؟ گناه ما است که ما افغان هستیم. افغان هستیم. خدا هدایت نیکی بده. خدای حکومت امی ما را تا خدای چیز کنه که بخیر امی کار به اهل کار بسپاره. کار به اهل کار بسپاره و بخیر کار کنن که امی هر کس امی مکتبا بخیر چیز شوه فاکولتا بخیر چیز شوه بخیر که کل دیگه چیز هم میخوایم کل مردم آرزویش نمید که بخیر چیز شوه یعنی دوسیه چیز شوه ان شاء الله تعالی دیگه حکومت خوب پیدا کردن میتونه اینجا با خدا ثابت بلش بند بدینه حالا این سرک جور بشه سرک جور بشه مردم مسجد رفتن نمیدونه باش که والا موبایل ما میگیره پیسه ما رو میگیره ولی فایده هر جایی که بری شاورو هیچ کس چیز نمیگه هر روز که خبر میشنی 200 نفر 100 نفر از اردو مرد از پلیس مرد از این چیز مرد یا شهید شد از این طرف از اون طرف این گپا نیست فضل خدا توکل به خدا توکل به خدا دیگه خدا از این کلم نگاه را میره بیاد از این کلم همین دوسیه مسئله حل شو بخیر همین دوسیه مسئله مکتب و فاکولتا و این از خصوصا از زنها که برشان کار چیز شو دیگه هیچ کم نیست والا دیگه از این خوب حکومت والا پیدا کن امید به خدا توکل به خدا دیگه زنده باشید تشکر شما سلام علیکم بخیر سلامت باشید سلام علیکم برادر سلام همشیره خوب هستین شکر خدا سلامت باشین شکر فضل خدا چی کاربار چی میکنین شما اینجا همینجا سرک سازی پل سوخته الا پل سرخه نجاره شکار میکنین اینجا قالب کاری کار هستین ما تازه آمده مدت یک هفته میشیم ان شاء الله راضی هستین شکر خدا است تا فعلا کارا خوب پیش میره تا فعلا بسارا جریان داره کارا در کدام قسمت رسیده این کارا تقریبا 100 متر مانده سر پل چکار را میگیریم که تا به پل سوخته بخیر کار تمام شه و یک سرک بسیار مهم هم هست یک سرک بسیار مهم است که خصوصا از پل سوخته تا پل سرخ راه را برش کرده به کسا کارگران ماشاءالله بسیار زیاد هستن به سرعت کار جریان داره ان شاء الله کمت معیاری کار بکنین پناه به خدا کارش خراب نشه پس کارش بیخی به اوتروز جریان داره هیچ قطع مشکل وجود نداره تختایش نو است سیماش دبل است هیچ مشکل وجود نداره رسمیت چک میکنن انجینر صاحبا شاروالی هم یا انجینر صاحبا اینجا هم خود از امروزه تحت چی هست کنترل ان شاء الله کارتون برکت باشه سلامت باشین موفق باشین جانتون جور سلامت باشین شما زنده باشین بیاین که ما نظر وطندارای ما را درباره پروژه بدانیم چون هر چقدر شهر ما که جور شده بره خب آبادی کشور به نفع خود ما هست سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین بخیر صحت خوب است بخیر شکر بخیر روان هستین ما نمیدی سرک نو بخیر روان شدیم بسیار راحت در پایسکل آمدیم نام خدا کار بسیار سرک پختن
نشده. هنوز پخته نشده اینقدر راحت شده. مگه این پخته قیر شود ان شاء الله بخی دیگه. چی گپا بود؟ سابق دیگه بخی رابندی بود، پودریا بود، یک مشکلاتایی بود که ما از راه گذر نمیتونستیم. از دست پودری کارتا رو میگرفت در جان سیاسرها پیسایش میگرفت. حال فضل خدای سرک جور شد ما بسیار راحت میشیم. راحت میشیم. خوش هستیم بخیر که سرک جور شود. بسیار دیگه عزیز امارت اسلامی اگه میتونه کار جریان کنه ما بخی خوش هستیم که دیگه سرکای دیگه ما هم تیر کنه ما ازش تشکر هستیم. بخی راحت میشیم. چیال بود معتادین بودن اینجا. معتادین بود بخی دیگه ما گذر نمیتونستیم. بوی بود و سگ بود هر چیز بود. بخی نام خدا ما میز سرک حالا اومدیم بسیار راحت. یک تو دیوام کمی معتادین جمع شد. معتادین خب فضل خدا قدر جمع کرد که بخی دیگه دولت جمع نتونست مگر امارات اسلامی جمعش کرد. ان شاء الله که از این کلام خوبتر و بهتر شود. ان شاء الله میشه اگر میرخم کار جریان پیدا کنه ان شاء الله کار خوب میره. جانتان جور باشه. بخیر باشید موفق باشید. تشکر از تلویزیون شما رسانه‌های جهانی شما. خیر ببینید. تشکر. لطف کردین زنده باشین. موضوع معتادین را یاد کردن اینجا یعنی اونایی که معتاد بودن مریض بودن این قسم براتون بگویم چون یک تعداد وطندارا گفتن مرا که حالا تو چرا میگی معتاد؟ خب معتاد بود، معتاد به مواد مخدر بود یعنی مریض بودن. اونا جمع شدن. چقدر از اینا جوانا بودن متاسفانه که اینجا یک حالت بود که حتی راستیان بگفتن برادر ما هیچ دلت نمیشد که از این مسیر تیر شوی. میگفتی برم از یک راه دیگه خیر اگه مسیر دورم شه و خیره از این مسیر ما عبور نکنم چون بخید جگرخون میشدی و حالت را که میدیدی. اما تمامشان جمع شدن و فعلا تحت تداوی هستن که بخیر اینا تداوی میشن ان شاء الله. یعنی که ما بریم پیشتر. تشکر. سلام برسد. موفق باشه. خدا میگیریم. خواهش میکنم. هم ارکیم. آیسا کجا بخیر و بخوبی روان هستین ازی بگوین؟ خانه روان است. خانه از کار آمدین؟ جان نه شهر رفته بودم یک دو چککم به حساب دور جان مریض بود. خداوند شفا بده. بخیر باشی. به حساب بولیاس از شهر آمدیم. طرف خانه بخیر میرین؟ این حیات پیش از اینکه خانه برین یک نظرتون درباره این سرک بر ما بتین. والا خداوند اجر خیر بده. خداوند دولت موفق داشته باشه. به حساب این خدمت است. خدمت به حساب به جامعه است. فهمیدی؟ خداوند اجر خیر بده. کار نیک است. آیسا اینجا سابق بسیار زیاد مشکلات هم بود. سرک خرد بود. بله. اینجا بودن. بله. خداوند از دو لحاظ به حساب ما صاحب چند تا رئیس جمهور را تیر کردیم در می عمر کم بو خو واقعیت در مسئله پودری خداوند اجر خیر بده اینا را به حساب واقعیت پودری رو به حساب جمع کردن. خداوند اجر خیر بده. خب دیگه که سرک ما چی میگن وطن ما آباد شده روان است. یه خوب حساب خدمت به جامعه است. خدمت به دولت است. خداوند به حساب خدمت به ملت است. مگم یگان دونه آیسا به یک شکایته که دارن که میگم این خانه‌های ما در نقشه رفت. خب اینطور است که به حساب یک چیز است که خورجان یک وقتی به حساب یک جای آباد شود یک جای ویران میشه. این خود حتما به حساب مسئله شرعی و طوریش است. فهمیدی؟ خب خیر باشه آیسا ان شاء الله. تشکر. موفق باشه. خداوند اجر خیر بده. خداوند به حساب این دولت موفق داشته باشه. خدمت با جامعه است. خب تشکر. موفق باشه. سلامت باشین. بخیر باشین. میگن نه کم یک جایی را باید حتما یک بیران شود که یک جای دیگه آباد شود. عین همون قضیه بود. میگه بخاطر به دست آوردن یک چیز دیگه را باید از دست بدی. شهر ما چی که آباد شود اما قدر به نفع همگی ماست. قسم که پیشتر هم من یاد کردم وضعیت اینجا بسیار خراب بود. فعلا که در این مرحله کارم هست زیاد همگی راضی هستن. آیا که اینجا مکمل کارش تکمیل شد مکمل چهره از اینجا تغییر میکنه. یک موضوع دیگر یادآور شدم وطندارای از اینجا کارگرا کار میکنن. انجینیر صاحبایی هم که هستن اینا اجازه ندارن از طرف شهرولی کابل که صحبت داشته باشن ولی خوشبختانه ما یکی از انجینیر صاحبا را نظر به هماهنگی همراهشان تانستیم که صحبت کنیم و معلومات را بر ما ارائه بکنن ولی در عموم کارگرا و کسایی که مربوط شرکت میشن اینا اجازه صحبت را ندارن. خب خیر وطندارای عزیز ان قریب به زودی زود انشالله که ما شاهد تکمیلی این پروژه می باشیم. قسم که انجینیر صاحب گفتن و همچنانی کسایی که اینجا خانه هایشان بود و خانه هایشان تخریب شد فعلا نیستن بر از نام گفته شده که مصارفتان را می پردازیم. مثل ساحات دیگه که مثل از اینجا وره ده ها پروژه دیگه بود که همچون قضیه شد خانه ها رفت در نقشه ولی دوباره مصارفشان
پرداخته شد از طرف دولت نظر به شرایطشان و اینجا هم انشالله غمشان خورده میشه، هیچ چیزی برشان در نظر گرفته خواهد شد. انشالله تشویش نکنن، توکل ما به خداوند. خب وطندارای عزیز، این هم بود تخریب چهارراهی عبدالعلی مزاری و همچنان کار ساخت ساز سرک پل سوخته الا پل سرخ کابل که انشالله به امید با سازی و زیبا شدن هرچی بیشتر کشور ما شما میتونین که بر ما نظریاتتان را بفرستین. لایک و سابسکرایب هم فراموشتان نشه. خداوند یار و نگهدار شما.